سلام و درود خدمت بینندگان گرامی در سراسر جهان. دوستای عزیز به چنل یوتیوب کوهستان تیوی خوش آمدین. دوستا، در گزارش امروز از پیشرفت کار و ساحه کار شده با دست برای شما گزارش تهیه میکنیم و کار الحمدلله خوب پیشرفت داشته. و دوستای نیمی کوی کلان عکسش میبینید 2 ماه قبل بوده که از اینجا پیاده نمیشد، از اینجا عبور کرد و دوستا با استفاده از طناب و سرنگ پرانی این ساحه را هموار کردن. حالا دوستای عزیز میبینین که این ساحه سرک شده و یک مقدار خیلی کمی مانده که این کوه وصل شوه. با استفاده از زحمات دوستا از کار پیشرفت خوبی داشته و حالا در این قسمت کار جریان داره. از کسایی که ما را حمایت کردن در این پروژه بزرگ مردمی تشکری میکنیم و از دوستان گرامی که ما را بیننده هستن و تقاضای همکاری داریم. لطفاً دوستا حداقل لایک و کامنت و سابسکرایب را فراموش نکنین برای حمایت از پروژه مردمی و چینل یوتیوب ما و همچنان دلگرمی ما که در آینده برای شما گزارش های خوبتر را تهیه کنیم. و این ساحه هم جریان کار دوستا. دوستای عزیز، در کتل شویی قرار داریم. طبقی که شما در تصویر میبینین این ساحه تقریبا از او با بالا قبلا کار شده بود. از این ساحه به اندازه حدودا 20 متر مانده که این توی کلان وصل شوه. و دوستای عزیز، این توره که و این کوی کلانه که ما قبلا به شما گزارش داده بودیم در این ساحه یک توی بود که نمیشد از روی از او توه به پیاده رفت آمد کرد. حالا شما دوستای عزیز میبینین که پیشرفت کار ما الحمدلله خیلی خوب بوده و این توه کلا وصل شده. با دست این سرک اعمار شده و کلی سرک تخت شده آماده خاک اندازی و کار است. همین رقم دوستای عزیز بریم از نزدیک ببینیم که چقدر کار شده. دوستا شما طبقی که در تصویر میبینین ما یک بار قدم میزنم حدودا چند متر امی سرک وصل شده. 1 2 3 4 5 6 متر عرض اینمی ساحه هست و همچنان بعض جا بیشتر از اینه. دوستای عزیز این ساحه را که میبینین بعض جاها تا 3 متر 4 متر کوه کلا چی شده، همی در واقع امو کندن کاری شده یا سنگ ها سرنگ زده شده، بورشکاری صورت گرفته و کار الحمدلله پیشرفت خوبی داشته. در این چند روزی که من نیامده بودم، قبلا ما آمدم کار در اون ساحه بودک که آلی الحمدلله از او به این طرف کلا کار شده. حدود یگان 20 متری مانده که این سرک وصل شود انشالله. دوستای عزیز بریم من رقم تا قسمت ایجاره از ساحاتی که با دست دوستا دیره کرده و دیوار چینده و سرک کار کرده در روی از کوی کلان و همی توه برای شما ویدیو بگیرم. دوستای عزیز میبینید این ساحه تقریبا کار تمام است و یک مقدار نیاز به خاک و هموارکاری سرک داره و واقعا سخت‌ترین شرایط کار است. دوستان میبینین که حتی یک بل خاک در اینجا وجود نداره. این پروژه خیلی متفاوت نسبت به بقیه پروژه‌ای که در ساحات دایکندی و بامیان و جاغوری جریان داره می باشه، چون این ساحه کلا کوه هست و مردم با کوه طرف هست. سخت‌ترین ساحات کاری در اینجا هست. دوستا حتی در بعضی جاها میبینین که
شاید سرنگ پرانی ها تا 3 متر هم صورت گرفته تا ای که سرک هموار شود و همچنان دیره و دیواری که پیش سرک قرار گرفته هم خیلی زیاد است. واقعا قابل قدر است از کسایی که در این پروژه حمایت کرده و مردم را یاری رسانده و تشکری میکنیم با امید آبادی و پیشرفت این وطن. دوستای عزیز، در این جری که کار تا به این جره پیشرفت داشته و سرک وصل شده، فقط مقدار خاک اندازی مانده. دوستا این ساحه اینمی جر خیلی پرکاری زیاد صورت گرفته و پیشرفت کار الحمدلله خوب بوده. در بعض جا همی جر نیاز تا 3 متر پرکاری شده و بعد از این دوستای عزیز این یک کوی دیگه میایه که نمیه مگر منچی شود. بعد از این انشالله کار سرک کم میمانه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدا. سلام و احترام و عرض ادب تقدیم همه شما بیننده های محترم و گرامی. امروز به تاریخ 26 ثور 1405 موقعیت ما کوتل شویی است. برادرای گرامی، دوستای گرامی، همطور که شما ویدیوها را اگر از قبل دنبال کرده باشین، سرک کوتل شویی به تاریخ 2 دلو 1405 نقشه برداری شد و بعد از او در 14 دلو کار عملا شروع شد تا به امروزه بدون کدام تعطیلی کار صورت گرفته و کار انشالله پیش موره. دوستا حدود 190 متر الی 200 متر توسط اسکاتر در این ساحه او طرف کار شده بود و فعلا یک 25 روز یا 26 روز میشه که یک 6-7 نفر با دیست سرک کار مونه. به دلیل از که زیاد سخت کار است، تکمیل کو است، با اسکواتری کار نمیشد، با سرنگ و با دست و جبل اینا این سرک کار شده. حدود 150 متر در حدود یک ماه کار انجام شده. عرض سرک حدود 6 متر، 7 متر و بعضا 5 متر اعمار شده. دوستا ساحه‌ای که ما قرار داریم درست سنگ های کمی بربور است، منتها در این ساحه نیاز در خاک داره. خاک انشالله به خواست خدا و به همکاری شما میاریم، روی ازی میرزیم انشالله این سرک به خوبی جور میشه. دوستان نهایت عزیز و گرامی تشکر میکنیم از کمک های قبلی شما و خواهشمندیم که ما را در این کوی خشین و خطرناکی که بسیار هزینه بر است تنها نگذارین. دوستان ما نیاز به همکاری و نیاز به حمایه مالی شما داریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، طبقی که تصویر بیننده هستین، کسایی که در این ساحه کار میکرد فعلا کار را تعطیل کرده، میخواه بره نان چاشت خود صرف کنه و به غذا بخوره، بعد بیا انشالله دوباره به کار خود شروع کنه. از یه عکس میگیری؟ آره از تو یک ویدیو بگیرم. سجور نی؟ گیر جایی خواه سیادارو یا که بارود سفید. خواه بسیار. دوستای عزیز میبینید که اینا سرچاشت که در خیمه میه برای غذا خوردن هم بیکار نمیخواه بشینه. یعنی می جینی خود در اینجا آماده میکنه تا کارش یک مقدار پیشرفتی خوبتر داشته باشه. بله. و دوستای عزیزی هم پر کردن همین سنگ ها برای انفجار و پر کردن مواد انفجاری و کود
که سنگا تا انفجار بده و خورد خورد شوه و مسیر دشوار ای کو تبدیل شوه به سرک.